سلام. کره جنوبی یک کشور پیشرفته صنعتی توجه هزاران مهاجر تاجیک را جلب کرده است. بر اساس حساب‌های گوناگون فعلا بیش از 6000 تاجیکستانی رسما در این کشور کار می‌کنند. احرارجان باقیف یکی از آنهاست که حالا رهبر شورای خارجیان در سئول را به دوش دارد. ماه دکبر سال گذشته در یک مراسم به احرارجان باقیف شهروند افتخاری سئول داده شد. این جایزه را به خارجیان می‌دهند که در این کشور کارهای خوبی را انجام می‌دهند. ما با احرارجان تماس گرفتیم. احرارجان، شما چی کاری کردید که به شما شهروند افتخاری سئول دادند و عموما این چگونه جایزه است؟ بله، شما خوب قید نمودید. اون نفرانی که در اون خارجیانی که با پیشرفت و روشنمایی این کشور مخصوصا شهر سئول بسیار هم خدمت‌های شایان نشان دادند، با این جایزه سرفراز گردانده می‌شوند. من سال 2013 از شروع از سال 2016 در شهر سئول زندگی دارم و تمام اون چهره‌بینی‌هایی که از جانب شهرداری برگزار می‌گردند با اون خوب اشتراک نمودم و این یک افتخاری ملی است. این افتخاری که در اونجا با من گفتن تاجیکستان همچون یک کشور صدوم که حدود 840 نفر این جایزه رو از سالهای طولانی گرفتن. تاجیکستان یک کشور صدوم می باشد. عموما در پیشرفت ساحه رشد فرهنگی اجتماعی شهر سئول چیزهای مرا مناسب دانستند با این جایزه. تشکر. احرارجان، در شبکه‌های اجتماعی می‌خوانیم که تاجیکان تلاش زیاد برای رفتن به کره جنوبی دارند. با کدام راه و چگونه تاجیکان تا آنجا می‌رسند؟ متاسفانه سفارت کره در شهر دوشنبه روادیتی رفت آمد بین دو کشور ما روادید داریم و روادید تنها برای دانشجویانی که از جانب حکومت کره انتخاب شدند با آنها داده می شود و روادید کاری عموما ما وجود نداریم. تا حال ما روادید کاری نداریم. از این لحاظ در جمهوری کره عین حال حدود 1000 نفر تاجیکستانیان زندگی و کار و فعالیت دارند. با غیر از این حدود 5000 نفر نیز شهروندان جمهوری تاجیکستان که شهروندی فدراسیون روسیه نیز دارند با اون شناسنامه با جمهوری کره داخل شدند، وارد شدند. آنها همچون شهروندان فدراسیون روسیه شمرده میشوند. از این لحاظ در عموم گیریم 6000 نفر تاجیکستانیان در جمهوری کره کار و فعالیت دارند و من فکر میکنم که این 2 هفته پیش سفیر اولین جمهوری کره با جمهوری تاجیکستان تعیین شد و حالا در جمهوری تاجیکستان فعالیتشان را باز کرده است و آینده گسترش همکاری ها در نظر می باشد. گفتید که حدود 6000 تاجیک در کره جنوبی حضور دارند. خب تاجیکان بیشتر چی کار میکنند؟ اون نفرانی که با روادید دانشجویی با جمهوری کره آمدند، آنها بعد ختم دانشگاه یا در رفت دانشگاه آنها زبان می‌آموزند. اون نفران میتونند در کارخانه‌های صنعتی و در کارخانه‌های بزرگ چون LG، سامسونگ و هیوندای کار میکنند و اون نفرانی که مثال بر مهاجری کاری آمدن، آنها اساساً توسط شناسنامه فدراسیون روسیه آمدند و آنها بیشتر با کارهای هر روزه گوییم با ساختمان و با کارهای دیگر مشغول میشوند. تلاش چرا زیاد است؟ تفاوت میان روسیه و کره جنوبی در چیست که اینقدر زیاد تلاش میکنند که به این کشور بروند؟ سراول مسئله فرهنگ است. مردم کشور کره بسیار هم مهمان دوست است، چون تاجیکان ما و با خارجیانی که از کشورهای دور آمدن بسیار به نظر خوب نگاه میکنند. این البته از مردم روسیه بسیار فرق میکنند و در اینجا با شرایط کاری نیست کلا فرق میکنند از شرایطی که در روسیه وجود دارد و از همه مهمش این البته مزد مهنت است
موزی مهنتی که در یک روز مثال می‌یابند شاید در یک 10 روز در روسیه روند. ببینید وقتی تاجیکان بر روسیه میروند به هر حال زبان روسی رو تا اندازه میدونند، ولی زبان کوریایی کاملا یک زبان بیگانه است. آنها سختی نمیکشند، مشکلی نمیکشند برای درست حرف زدن به زبان کوریایی؟ بله، این مسئله بسیار هم یک مسئله پرابلمی می باشد، چون من در سفارت کار میکردم بسیار شهروندان ما مراجعه میکردند، مثال زنگ میزنند و ترجمه کنید یا اینکه یک فهمانید چی گفت کارجو یا کارفرما چی گفته است یا اینکه در یک کارخانه های دولتی و دیگر ایمیگراسیونی وجود دارد با اونجا ترجمه کنید. این خیلی درخواست میکنند. بله، این یک مشکل بسیار هم که مردمی ما بسیار مشکل میکشند. اساساً آموختن این زبان هم بسیار مشکل است، لیکن من فکر میکنم که آن نفرانی که در اینجا کشور قرار دارند سالهای طولانی زندگی دارند، آنها میدونند نوشتن و خواندن نتونند، گپ زدن و فهماندن فکر خودشو میتونند. برای همین بسیار شهروندان تاجیکستان با این کشور آمده این زبان رو سراول در کورس‌های کوتاه مدت زبان آموزی نیز می‌آموزند. بله، گفتید که شهروندان تاجیکستان در شرکت‌های معروف سامسونگ، خوندای کار میکنند. اونها به حیث کی کار میکنند در اونجا؟ خودی من چند شناس دارم که در شرکت‌های هیوندای و سامسونگ کار میکنند. همشون از جمهوری تاجیکستان آمدند. آنها در اینجا دانشگاه رو بود کردن، ختم نمودن و در ساحه برنامه‌سازی کار میکنند، در ساحه منیجمنت کار میکنند. آنها بسیار موفق شدند در اینجا در جمهوری کره، چون در این کارخانه‌های بزرگ که در تمام جهان میشناسند، خودی مردم کره نیز با اون شرکت‌ها کار درآمدن رو آرزو میکنند. خوب، به هر حال به آمار عمومی نگاه کنیم شماره تاجیکان در کوریای جنوبی خیلی کم است. مثلا ازبکستان با کوریای جنوبی شرطنامه همکاری دارد و ازبکستانی ها بیشتر برای کار به این کشور می روند. با فکر شما چرا تاجیکستان و کره جنوبی چنین شرطنامه ندارند و مشکل عموما در چیست؟ با فکر من سفارت ازبکستان که در جمهوری کره افتتاح یافته است این سال 1998 می باشد. جمهوری تاجیکستان باشد سفارت رو جناب عالی 2015 ماه اپریل آغاز افتتاح بخشیدند و در این طول یک مدت مردم یک دیپلمات ازبکستانی که شهروند ازبکستان می باشد و ملتش کره می باشد در اینجا سفیر می باشد، آنها بسیار کار کردند. مسئله سازشنامه های کاری ما نیز کرده شدیم. ما نیز از 2015 از جانب کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره بسیار هم کوشش به خرج دادند که این مسئله بررسی در سطح بالا بررسی یابد. چون شما میدونید ماه گذشته سفیر اولین جمهوری کره به جمهوری تاجیکستان تعیین شد. این یک تاریخی می باشد، چون در اونجا فقط کاردار بود و کارهاشون گرفتن روادید نیز یک مشکلات بود. از این لحاظ ما نیز رفت آمدی بین دو کشور زیاد شده دارد. شروع از 1 ینوار 2022 جمهوری تاجیکستان حکومت جمهوری تاجیکستان قرار کرد که با 52 کشور بی روادید آمدن شهروندان 52 کشور از آن جمله با شهروندان جمهوری کره نیز این امتیاز فراهم آورده شده است. از این لحاظ آینده من فکر میکنم که این مسئله نیز بررسی می‌یابد و گسترش همکاری ها نیز در آینده بسیار به پیش می‌رود. احرار جان، ما همیشه از روسیه درباره وضع مهاجران خبرهای ناخوب دریافت میکنیم که بعضی از مهاجران شکنجه میشوند، از جانب پلیس بازداشت و لطوکوب میشوند. عموما وضع مهاجرای تاجیک در کوریا چه خیلی است؟ اونها شرایطشون چگونه است؟ بله، بسیار شهروندانی که ما در این کشور داریم، هموطنان برون منزلمان حدودی 5000 نفر میباشند و بسیارشان بیرون از شهر سئول زندگی میکنند. شهرهای تگو،
و پرند در اونجا بسیار شهروندان ما داریم. وقتی من در سفارت کار میکردم ما نیز با کماندان سفارت بسیار با اون شهرها سفربر میشدیم و از حال شهروندان خودمان خبر میگرفتیم. این از حالتی که در اینجا شهروندان ما دارند کلا از حالتی که در فدراسیون روسیه است کلا فرق میکنند. در اینجا چه در پیش گفتم مردم کره بسیار هم با خارجیان یک اهمیت دیگر ظاهر میکنند. در صحبت هم گفتم حدود 5,000 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان که با شناسنامه فدراسیون روسیه به جمهوری کره آمدند بسیارشان ناقانونی زندگی میکنند و آنها گرفتن شناسنامه‌ای که به وطن برگردند یا اینکه به وطن برگردند آنها با پیش میآیند با ایمیگراسیا یا اینکه با پلیس شهر سئول یا اینکه پلیس عموما در جمهوری کره مراجعه نمیکنند. در اینجا نیز بسیار این کشمکش‌هایی که چون در ویدیوهایی که ما از فدراسیون روسیه میبینیم این خیلی نیست. برای همین بسیار شهروندان ما از بیرون از شهر سئول بیرون از پایتخت کشور زندگی میکنند. آنها هر روز کار میکنند، هر روز با کاری فعالیت میکنند و یگان مشکلات درباره که مثلا با مناقشه بین دو ملت ها این خیلی ما یگان بار دیگه نیستیم. بله احرار جان، پیشتر ما صحبت‌های داشتیم با تاجیکان که با روادید یا ویزای سیاحی توریستی به کره جنوبی رفتند و اونجا مشغول کار هستند. معمولا وقتی با روادید سیاحی وارد یک کشور میشوی حق کار نداری. سرنوشت اونا چی میشود در صورت پیدا شدنشون؟ بله، در صورت پیدا شدنشون اونها رو بازداشت میکنند و در بازداشتگاه موقتی خدمات مهاجرت میمانند و به سفارت مراجعه میکنند. در مدت 3 روز به سفارت مراجعه میکنند که شهروند کشور در بازداشتگاه قرار دارد و سفارت نیز از جانب سفارت یگان کمکی کنسولی باشد کمک میکنند یا چپتا از کشور اقامت به وطن گرفتن با نیز با علاقه با اویله اون نفری که مسئول بازداشت شدند با علاقه به راه میمونند. بله، این چیز وجود دارد. وقتی که من 2 سال در سفارت کار کردم حدود 3 حادثه بود. این حادثه نیز از جانب بازداشتگاهی خدمات مهاجرت با ما علاقه برآمدند که شهروند جمهوری تاجیکستان در بازداشت قرار دارند و ما نیز از جانب سفارت ما تمام کوشش ها را به خرج دادیم که اون شهروند به وطن برگردند. یک مسئله دیگر نیز بود. سال 2020 که وقتی که کرونا ویروس در تمام جهان اوج گرفته بود، رفت آمد نیز خطری ها نیز وجود نداشت. از این لحاظ ما یک شهروند داشتیم. شهروندمون طول 4 ماه 5 ماه در بازداشت قرار داشت و زنگ میزد که به وطن برگردند و معمولا ما او را به وطن بردن نداشتیم چون خطرها وجود نداشت. خطرها کشورهای همسایه‌مان وجود داشت ولی آنها شهروندان خودشون را میگرفتند. از این لحاظ ما از جانب حکومت کشور یک خطسیر چارتری براه مانده شد. ماه ایول 2020 براه مانده شد و با اون طیاره شهروندانی که در این کشور باز ماندگی بودند به وطن برگشتند. یعنی اونایی که دپورت میشوند یا اخراج میشوند دوباره حق قانونی و به دیگه شکل برگشتن به این کشور رو دارند یا نه؟ ببینید خدمات مهاجرت کره بسیار هم یک خدمات یک گمانی بینیده میشود. این در این کشور هر سال یک کریدوری سبزی میگن، زیلون کریدور سبزی میگویند. آنها اعلان میکنند حدود یک مدت 1-2 ماه وقتی که شما در اون مدت از کشور را ترک میکنید شما بعد 6 ماه شما حقوق گشت آمدن دارید. از این لحاظ آدمایی که مثال در این مدت نبرآمدن و بازداشت شدن و بعد دیپورت شدن آنها حدود 5 سال آمدن نمیتوانند
аз ин лиҳоз шаҳрвандоне ки дар инҷо ноқонунӣ зиндагӣ кору фаъолият мекунанд, онҳо аз ин имконият бисёр истифода мебаранд. ташаккур. бо ҳамин суҳбати мо ба поён расид. ҳамсуҳбати мо аҳрорҷон боқиев, раиси шӯрои хориҷиён дар Сеул буд. сипос аз шумо. саломат бошед.